فقط زندگی باشینم رو اتفاقاتی خیلی خوبی میفته. بچه‌ها من نباید میگفتم دوست عزیزمون روشندل هستش و دمشون گرم که بی‌نظیرن ایشون بی‌نظیرن و خیلی سخته که البته من اعتقادی به این صحبت ها ندارم، میگم چشم دل باید روشن باشه و اعتقاد دارم به این. برای همین منم عینکمو میذارم رو دلم که چش دلم. عزیز منی به افتخار نوازنده روشندل نه همونم. بعد سوالی که برات مخاطبین ایجاد میشه اینه که ما الان گوشی دیدیم دست شما. بعد با این گوشی شما من گویا میذارم اینجا. بعد هر چیو که لمس میکنم برام میگه. به بچه‌ها ما اینا نمیدونستیم. خیلی عالی. حالا دیگه میدونیم. خیلی عالی. بعد یه سوالی دیگه این سوراخ‌های نی همونه رو شما مثلا چه جوری به قول معروف مینوازید؟ اینا به اینم به صورت لمسی. این لمس میشه. ایول. خیلی عالیه. همه چی آسونه من چقدر خوشبختم. همه چی آسونه من چقدر خوشبختم. شعار شاهین جان نوروزی هستش. در ادامه با ما همراه باشید که هنر ایشونو ببینید. خیلی عالی. بله اشک جالبه. خانم صادقیان شاهدیم. خانم صادقیان سورپرایز داریم به خاطر اجرای برادر عزیز روشندلمون. حتما این عشق تبدیل به خوشحالی خواهد شد. شک نکنید. دمتون گرم جناب دکتر. سلام. بله سرپرست این بچه‌ها و فرشته‌های زمینی هستن و واقعا با تمام وجود وقت و جسم و روحشون رو گذاشتن واسه شاد کردن دل این بچه‌ها. دمشون گرم. واقعا ستودنیه. به میشه کنار هم بیستید. خودتون رو معرفی بفرمایید و از فعالیتتون برای ما بگین. سید محمد سید محمودیان هستم، مسئول مرکز توانبخشی تولو. از سال 79 تا به حال تو زمینه کودکان استثنایی کار میکنم و این فرشته های کوچیک و زیبایی دوست داشتنی تو مرکز تولو تحت آموزش و توانبخشی قرار. چه زوج خوشبخت و درجه یکی. سلام. خوشبختی واقعا به روایت تصویر یعنی خدمت و سرکار خانم صادقیان. خودتون رو معرفی کنی و حوزه فعالیتتون رو به ما بگین. سرمین صادقیان خنده درمانی. خنده درمانی. میشه یه تیکشو برای ما برین ما بخندیم؟ با خانم اکبری با هم. سرکار خانم اکبری عزیز. بعد بریم. قدیما میدونی چجوری ما پارچه متر میکردن؟ قدیما چه جوری پارچه متر میکردن؟ بذاریم ببینیم از بینندگان کسی میدونه. برو بریم ببینیم. با سه حرکت آسمون و قشقش میخندیم. واو بریم میخندیم و ایوال چقدر خوبه. یه بزرگی میگفت که خنده بر هر درد بی درمان دواست. آن که میخندد ثناگوی خداست. به یا یه جور دیگه میگفت که زحق توفیق خدمت خواستم، دل ندا داد پنهانی، چه توفیقی از آن به که خلقی را بخندانی. به احوال شما خوبی؟ اسمت چیه؟ بله نوازنده دف. خودتون معرفی بفرمایید لطفاً. خیلی آروم گفتین خانم حسینی. نازا
حسینی هستن نوازنده دف. به به، منت سر ما گذاشتی، تشریف آوردین، ساز دفشون و ادامه بدید. خلاق، یعنی خلاقیتشون فوق‌العاده بی‌نظیر، فعال، پر انرژی، دمشون گرم و خدا را شکر. روحیه بچه هم خیلی عالیه. من می‌بینیم فعلا بچه ها در انتظار ورود به سالنن، اتفاقات اصلی اونجا میفته.
بچه‌ها داریم میریم اجرای این دوست عزیز روشن دلمون. مراقب باش امیر جان. واقعا میبینیم بچه ها که چه جوری دارن دستاشون رو تنظیم میکنن و سازشون رو باد میکنن. صدا رو یه ذره هماهنگ همه زیر سر این 2 نفره بچه ها. هرچی داره بهمون خوش میگذره سر این 2 نفره. دمشون گرم. خانم ناهید اکبری و سرکار خانم صادقیان عزیز. این رو بینامون ظاهرن نه روشن دلند و نه هیچی همه را وابسته این چیز شده بوده. پنجره مشجع نه پنجره پولا که آقا واقعا شفا میده. اما ایشون دیگه میبینم که امروز هم مثل بقیه روزا نمیبینم. بچه‌ها این شوخی بود که آقای شاهین خواه اولین بار من فهمیدم. شاهین چون خودت بگو اولین بار من واقعا نمیدونستم چه اتفاق افتاد. من اول از همه اینو بگم چند تا دوست دارم معلولن نابینا یعنی رفیق شیش من میگم روشن دل رفیق صمیمی من روشن دله. به به. بعد اول این که من این کارو کردم ازشون اجازه گرفت. من دیگه کاری با تو ندارم. قضا رسید به چه قضا رسید دیگه ما اصلا کاری نداریم. پول شمردن که میشه اونام که نمیبینن میبینن. میگم اما من یه چیز دارم اهل عیال دارم یه 7-8 تا من شوخی میکنم. سرکار خانمه دکتر چی بود فامیل شریفه دون؟ خواهش میکنم وظیفه رو کار نکردم. مکتبی و مادران زحمت. داشتم اینو میگفتم من 2 تا اسم دارم. بعد تو خونه بهم میگن پاپکورن، بیرون بهم میگن چوسفیل. چوسفیل خیلی کارش داد این آقای نوروزی. من مخلصم. پیجتون هم بگین پیج این اینستاگرام اگر شاهین داد 118 یا همون شاهین نقطه 118. بعد داخل یوتیوب هم شما فعالیت دارین؟ ندارم. شاهین چند تا برداشتی؟ نه بابا این 2 تا. من 2 تا دست. و خانم بسیار مهربان سرکار خانم حسینی عزیز. ما ندیدیم این خنده از لبشون بیفته. دمشون گرم. خدا حفظشون کنه. زحمت کشیدید. دمتون گرم. یعنی چه کاری لحظه ها میکنه من به لوازم باشه شکار غذا میکنه. من میخوام اینو بخورم. و مجریه توانا سرکار خانمه من خاله نبات. خاله نبات. نباتی کجا؟
زعفرانی نباید اسم. دیگه تو اصفهانی و نبات اصفهان. آقا شاهین میگن 2 تا اسم دارند. میگن بیرون بگین یه بار خودتون. من تو خونه بهم میگم پاپ کورن، بیرون چوسفیل است. زنده باشی قربان شما.